انسان زمان میتواند قدر نعمت را بداند که در آن فکر میکند. پیش از آن که از یک خصلت همسرت شکایت کنی، به آن کسان فکر کن که برای داشتن یک همدم و همراز و درگاه خداوند زاری میکنند. زن بهترین نعمت است که خداوند برای مرد عطا کرده است. نظم و ترتیب خانه، شستن و پختن همه در دست زن است و دین مرد را کامل میکند. هستند کسانی که از این نعمت محروم هستند و از بیزنی راه زنا را پیش گرفتند که عاقبت آن خیلی خطرناک است. پیش از آن که از شوهر و خاندان شوهرت شکایت کنی، به آن زنان فکر کن که از شوهر جدا شده در خانه پدر خوار و ذلیل شده اند و حتی به تن فروشی و دیگر کارهای پست دست زده آبروی خود و خانواده اشان را بردند. از جهت بیشوهری مردم درباره اشان دروغ‌هایی را می‌بافند که از آن رنج میبرند. پیش از آن که از فرزندانت شکایت کنی، با آن کسان فکر کن که فرزند ندارند و برای آن چقدر تلاش میکنند. برای دارو و درمان پول زیاد صرف میکنند ولی هیچ نتیجه نمیدهد. پیش از آن که از طعامی که برایت آورده اند شکایت کنی، با کسانی فکر کن که طعام خوردن ندارند. پیش از آن که از خانه و رخت خوابت شکایت کنی، با کسانی فکر کن که جای برای سکونت ندارند و در بدر مردم در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنند. پیش از آن که سخن زشت و بد بگویی، با کسانی فکر کن که زبان گویا ندارند. پیش از آن که با این چشمانت به چیزهای حرام نظر میکنی، با کسانی فکر کن که نابینا هستند و در آرزوی بینا شدن هستند. خلاصه هر نعمتی که الله به تو داده است، با آن کمی فکر کن و شکر آن را بجا آر. خداوند عزوجل می فرماید: استعیذ بالله و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. و به یاد آورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر شکرگزاری کنید یقینا نعمت خود را بر شما افزون می دهم، یعنی نعمتهای فراوان به شما عطا می کنم، و اگر ناسپاسی و ناشکری کنید بیگمان عذاب من سخت است. گر شکر کنی نعمتت افزون شود، گر شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.